سلام بچه ها، مخلصم. بچه ها این ویدیو رو من خبر رو تازه شنیدم از اتفاقی که واسه اون کودک تاجیکی توی روسیه افتاده. بسیار متاثر شدم و تازه خبر رو شنیدم، گفتم که سریع با هم دیگه یه سری صحبت ها بکنیم که خیلی مهمه و چند تا ویدیو هم ببینیم. اول از همه من از جانب خودم و خانواده و مردم ایران میخوام به مردم عزیز و بزرگ و خانواده اون کودک تسلیت بگم و انشالله که دیگه به هیچ عنوان ما شاهد نژاد پرستی و از این دست اتفاقات واسه هیچ کدوم از فارسی زبان ها و واسه هیچ کدوم از مسلمان ها شاهدش نباشیم. من واسم خیلی مهمه این که اون قاتل این کودک به سزای عملش برسه و به دادگاه تاجیکستان و دوشنبه تحویل بدن این جنایتکار رو. و اینی که یعنی دیگه تو آخر قساوته که استریم کنی و فیلم بگیری و بری توی مرسه اینجوری برگبار ببندی یکی که هموطنت نیست و از دیگر قوم ها هستش. انشالله که بچه ها دیگه ما شاهد همچین موضوعاتی نباشیم. فقط باید بچه ها پدر باشید که داغ این پدر مادر رو بدونید که چه داغی روی سینه شونه. داشتم که چند تا از مطبوعات و خبرنگارها توی این مراسم تشییع جنازه این کودک شرکت کنن، ولی به این موضوعات تعدادی ریاکشن رفتن و صحبت کردن و گفتم که این ویدیوها رو با هم دیگه اختلاط کنیم و بریم ببینیم که چه حرفهایی زدن. تیمپی یکی دودرک ما را کشتن. کودک چی گناه دارد؟ کودکان قربان نفرت کلان سالان در نگاه هم تاجیکستان کشته شد. دولت تاجیکستان واقعا باید با این اتفاقات تلخ برخورد جدی بکنه. این تابوت قابلجان علیوی 10 ساله است. او را برای به خاک سپاریدن در پهلوی پدرش که 3 سال پیش وفات کرده بود با آرامگاه دهه عجمی ناحیه شهری نام میبرند. او 2 روز پیش از بچه‌ها این ماجرا واسه 3 سال پیش تازه آوردن تشییع جنازه‌اش توی تاجیکستان برگزار شده، یعنی جریان واسه 3 سال پیشه. آره، چون من نمیدونستم، من فکر کردم اتفاق جدیده. یعنی اون فیلم من دیدم و نمیخوام واسه شما بذارم، حداقل همشو نمیخوام بذارم به خاطری که خیلی حالتون بد میشه. یک شهروند 15 ساله روسیه در مکتب در ولایت مسکو کشته شد. قرار بود قابلجان دیروز با پای خود به وطن آید، ولی صبح امروز جسد او را به دوشنبه آوردند و از آنجا به زادگاهش دهه عجم بردند. فضای دهه از صبح ماتم زده بود. با وجود سردی هوا و بریدن باران، صدها تن از گوشه و کنار کشور برای اشتراک در جنازه این کودک غورمرد آمدند. جنازه زیر تدبیرهای امنیتی می‌گذشت و روزنامه‌نگاران را نگذاشتند که آزاد عکس و نوار گیرند. مادرش در حالی که برای یه چیزی من واسه این موندم، چرا نذاشتن که بیان عکس و نوار بگیرن؟ چرا نذاشتن خبرنگارا ورود کنن و همه دنیا با خبر بشن؟ مثلا من نباید از توی چنل مثلا بچهای یوتیوبر بدونم، باید تمام شبکه‌های خبری اینو پوشش بدن، ولی متاسفانه نمیدونم چی بگم، فارس ها باید پشت سر هم باشن، پشت هم باشن، همه مسلمونا بلخص فارسا. فرزند کشته شده‌اش تلخ می‌گریست، از مردم خواست به خانه درآیند، پسرش را بینند و برایش دعا کنند. بعد این مردم وارد خانه شده به زن اظهار همدردی. آخه اون بچه چند سنه کودک احتیاج به دعا نداره که کسی واسش دعا کنه، چون اون تا شهید شده، تا فوت کرده، یه راست رفته پیش خالق خودش و وارد بهشت شده، احتیاج به دعا نداره. ولی یه تسکین قلبی هستش واسه پدر مادر اون کودک که قلبشون آروم بگیره، بیان واسش دعا کنن و خبر مثلا شهادت بچه‌ش رو تسلیت بگن و برای کودک دعا کردند. هنگام بردن تابوت پسرش، نیلوفر علیه فیغان میکشید که در پهلویش برای او نیز جای مانند، زیرا او به فرزندش نمیتواند. در جنازه قابلجان سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی کشور نیز حضور داشت و در سخنرانی خود این کشتار را ننگین و دهشتناک خواند. برادران اسلام، حالا که این حادثه خیلی حادثه ننگین
و دهشتناک باشه با کدام نیت و با کدام کار و برنامه و فعالیت این طفلک معصوم، طفلک بیگناه رو و درجه شهیدی اعلال دولو سرخطیب از من پرسیدن که میشویه؟ من گفتم نه نمیشویه. شهید اعلا شسته نمیشود، اون خون شهادت میدهد فرد روز قیامت. باید خون اون در بدنش، اون خونه که شهید شده هست، اون خون باید باشد و یکی از خصلت‌های شهید اعلا این است که شسته نمیشود. بچه ها خب جالبش اینه که اول از همه مفتی داره میگه که شهید غسل و کفن نمیخواد. شهید رو میتونن با همون خونی که روی بدنش هست و با اون پیکر و با همون لباسی که به تن داره میتونی به خاک بسپاری. چرا که شهید غسل نمیخواد و اون خون شهادتین میده در قیامت که این به شهادت رسیده. مثلا اون کسی که توی جنگ با پیغمبر بوده و اونا همونجوری با همون لباس و با همون خون بدنشون و اونا رو بدون اینکه غسل و کفن کنن وارد خاک میکردن. برادران و خواهران عزیزم در تاجیکستان، این مصیبت و اتفاقی که پیش اومده، این قتل یک کودک 10 ساله تاجیکی، غم شما فقط نیست، غم ما مردم ایران، افغانستان هم هست. ما مردم فارسی زبان همه در غم شما شریکیم و این بچه از ما هم بوده، از نسل و تبار و ریشه و خون ما هم بوده و همه ما هم توی این غم با شما شریکیم. و متاسفانه تا زمانی که نژاد پرستی رنگ و بو داشته باشه توی دنیا، ما شاهد همچین اتفاقاتی هستیم که یک کودک 15 ساله بره به مدرسه‌ای در روسیه به دنبال این بگرده که چه کسی اهل اونجا نیست، از کشور دیگه‌ایه و به راحتی مثل بازی‌های کامپیوتری به خودش دوربین وصل کنه و بخواد بکشه و تو فضای مجازی پخش کنه. از اون بدترش زمانی که تو صفحات مجازی که توی تلگرام این رو نشر داد، مردمی که باز از این حرکت زشت حمایت کردن، این نشون میده که بچه ها علی سلطانی داره میگه که بعضیا حمایت کردن از این قاتل. بچه ها به نظر من اون کسایی که کامنت مثبت گذاشتن به اندازه اون قاتل مقصرن و به اندازه اون قاتل همینقدر پلشت و حقیر و بی همه چیزن. یعنی تو از چجوری بگم، از کشته شدن و قتل یک بچه پاک ترین چیزه. اصلا تو از بچه نمیتونی پاکتر پیدا کنی. بچه فقط به فکر بازی و محبت و عشق و پدر و مادر و به فکر ایناست، نه به فکر جنگ، نه به فکر اسرائیل، نه به فکر شوروی سابقه، نه به فکر کمونیست، نه نمیدونم به فکر به هیچ چی فکر نمیکنه، فقط به فکر بازی و محبت کردن. تو وقتی از کشته شدن و قتل یک بچه خوشحال بشی، میخواد بار آفریقا باشه، میخواد واسه آمریکا باشه، تاجیکستان، فرق نمیکنه، بچه پاکه. تو وقتی خوشحال بشی از کشته شدن کودک، باید به نطفت شک کنی، باید به نطفه خودت شک کنی، همین دیگه. حیوان تبدیل کنه و چقدر این حرکت میتونه زشت باشه و چه عواقبی داره که نسل و نژادی فکر کنه از بقیه برتره یا بقیه حق حیات و زندگی ندارن. البته این به خاطر تربیت، نوع تفکر، حکومت، رفتار خود روسیه است، کشور کمونیستی روسیه است که با این همه خدمتی که متاسفانه ایران به روسیه انجام داد، توی 12 روز جنگ ایران با اسرائیل دیدیم وقتی رفتیم ازشون درخواست کمک کردیم بیلاخ نشون دادن. یعنی اصلا هیچ کشور خیانته، کشوریه که جوری تربیت شدن ساخت. البته بچه اینجا یه نکته‌ای هست که من باید بگم، یک قسمتیش رو علی سلطانی داره درست میگه. روسیه کشور نامردیه. توی جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، با این که این همه خدمت کرده بود ایران به روسیه، ولی روسیه از ایران حمایت نکرد و به منافع خودش فکر کرد. حالا درسته که ایران مستقیم از هیچ کشوری نخواست که بیا به ما کمک کنه، از هیچ کشوری یک تنه وایستاد،
با اسرائیل وارد جنگ شد و از هیچ کشوری هم درخواستی نداشت، با اینکه اسرائیل از این همه کشور درخواست مهمات و اینا کرد و بهش کمک کردن و ایران از هیچ کی کمک نخواست، ولی حق روسیه بود که بیاد کنار ایران وایسه توی این 12 روز و کمک کنه به ایران. حکومتیش جوریه که همیشه خیانت کرده تو مواقع حساس. چند وقت پیشش یک کودک دیگه در افغانستان از افغانستان توی روسیه بود، توی فرودگاه یک مردی گرفت از پا و بلندش کرد، کوبید به زمین، کودک ضربه مزه شد. این اتفاقا رو زیاد میبینید. حالا من نمیگم که ما نسبت به تمام مردم روسیه بخوایم بدبین شیم یا نظرمون نسبت به مردم، ولی حکومت و ساختار جوری که متاسفانه این مردم به این سمت و سو داره تربیت میکنه و سوق میده. تا جایی که ما فارسی زبان ها اتحاد نداشته باشیم، کنار هم نباشیم، جمعیت زیاد و بزرگی که داریم تفرقه بینمون باشه و نتونیم همه کنار هم دیگه بمونیم، بقیه هم کشورها ما رو خار میشمارن، کوچیک میشمارن، بی کس و کار و بی پشتوانه ما رو نگاه میکنن و جرأت همچین کارایی رو بهشون میدن. وقتی ما مردمم که ما نسبت به تمام مردم روسیه بخوایم بدبین شیم یا نظرمون نسبت به مردم، ولی حکومت و ساختار جوری که متاسفانه این مردم به این سمت و سو داره تربیت میکنه و سوق میده. تا جایی که ما فارسی زبان ها اتحاد نداشته باشیم، کنار هم نباشیم، جمعیت زیاد و بزرگی که داریم تفرقه بینمون باشه و نتونیم همه کنار هم دیگه بمونیم، بقیه هم کشورها ما رو خار میشمارن، کوچیک میشمارن، بی کس و کار و بی پشتوانه ما رو نگاه میکنن و جرأت همچین کارایی رو به خودشون. بچه فارسی زبان ها باید پشت هم باشن. فارسی زبان ها باید پشت هم باشن. از ازبکستان و تاجیکستان و افغانستان گرفته ایران برو به اون ور تا بحرین و عمان، تمام اون کشورهایی که فارسی زبان دارن و باید پشت هم باشیم دیگه. نذاریم که کشوری یا مردم کشوری به مردم ما ظلم کنن و به مردم ما زور بگن. باید مردم فارسی زبان پشت هم باشن. همین دیگه بچه، تسلیت من رو مردم تاجیکستان بپذیرن. برادر کوچیکتون هستم و به برادران خواهران عزیزم در تاجیکستان تسلیت میگم و همچنین به خانواده این کودک عزیز. ایشالله که دیگه همچین تصاویری رو نبینیم. تا دیداری دیگر بچه ها، بدرود.